هفته خبر تو خبر داره براتون از تور مسافرتی بهشت و جهنم که این روزها بازارش تو نظام خیلی داغ شده. اولش ولی فقیه از راه اندازی خط ایران بهشت خبر داد که قراره همه مردم رو به زور هم که شده سوارش کنن. میگن آقا مگر ما موظفیم مردم رو به بهشت برسونیم؟ خب بله همینه. حاکم اسلامی فرقش با حکام دیگر در همین است. حاکم اسلامی میخواد کاری کند که مردم به بهشت برسن. شیخ فری که میترسه که این وسط مردم قطار نظام رو چپ کنن و پرت کنن تو جهنم، 2 روز بعد تو صحنه اومد یک کف گرگی رفت برای عثمان. بذاریم مردم خودشون راه بهشت انتخاب کنن. به زور نمیشه، با شلاق نمیشه مردم راه بهشت برد. این حرف باعث شد که خرچنگ پلاتین بچسبونه و تو جمعه بازار بعدی یک گازی از دم کوسینا بگیره. مسئول محترمی گفته است به زور شلاق نمی شود مردم را راهی بهشت کرد. اینو اینطوری معنا کنیم، این که مردم را آزاد بگذاریم هر کاری که میخوام بکنن در عرصه اخلاقی آزاد، در عرصه سیاسی آزاد، در عرصه اقتصادی آزاد، حدود الهی رو بشکنند، امر به معروف و نهی از منکر هم نداشته باشید. به صراحت میگویم این معنا مورد تأیید هیچ کس و هیچ مسئول در نظام اسلامی نیست. اصلا وظیفه ما وقت تمام شده، اصلا رسالت حکومت دینی همینه که جاده بهشت رو صاف کنه. شیخ فری هم که آمار طلسم شکستگی سیدعلی تو دستشه خروس جنگی شد و پرید یقه حریف رو گرفت. بعضی از مردم بیکارن، واقعا کار ندارن، شغل ندارن، دوچار توهماتن، مداوم قصه دین و آخرت مردم میخورن. نه دین رو میدونن چیه، نه آخرت میدونن چیه، هیچ کدام، همش قصه میخورن. به نظر میرسه که سگ ولایت دیگه دندونی براش نموده که شیخ فری میتونه مدام بهش بپره. اینم توصیف تیوی ریش از جنگ و دعوای فلفلی بین باندهای نظام تو بحبوحه زهرخوری. دعواهای گروهی، جناحی، حزبی تا یه حدیش بد نیست. این مثل، حالا اگه بگیم تعبیر نمک، من نمیخوام بکنم، تعبیر فلفل میخوام بکنم. ولی فضای سیاسی کشور مدت هاست دچار ورم معده شده، اساساً براش فلفل خوب نیست، حتی یک کمیش. توی این وضعیت ورم کرده تنها کاری که میمونه اینه که شاعرهای جام زهری بیان و به ریش ولی فقیه بخندن. ما تک تک و دست دست هم میخندیم، با هسته بدون هسته هم میخندیم، با مرحمت و لطف گروه های فشار ما توی فضای بسته هم میخندیم. اژه‌ای گوشخوار یه جلسه گذاشت که نشون بده قوه قضاییه با اقتدار در برابر فساد اقتصادی میسته، ولی نتیجهش این شد. قوه قضاییه اگر به کارهای خودش درست عمل بکنه بیشترین خدمت رو به کشور و امنیت اقتصادی و رشد و توسعه کشور انجام. یکی از مراکز فساد که خیلی سر صدا هست قوه قضاییه. یکی از مراکز فساد قوه قضاییه هست. اژه‌ای جلوی دوربین جواب این طرف رو اینطوری داد: از اینکه بعضی از مطالب شفاف گفته شد تشکر میکنم و تقاضا دارم که در این گونه جلسات خیلی شفاف، خیلی واقعا بدون رو دربایستی و اون نقطه نظر واقعی خودتون رو مطرح بکنید تا بشه کاملا مورد استفاده قرار بگیره. البته این راهی که یارو برای مطرح کردن
شفاف نظرات باز میکنه در واقع دامیه که داره پهن میکنه تا مخالفاش رو گیر بندازه. میگن کافر همه را به کیش خود پندارد. اینم تعریف انسان از زبان خمینی که در واقع یک اتوبیوگرافیه. هواهای نفسانیش آخر ندارد. اگر چنانچه یه مملکت را بهش بدن دنبال یه مملکت دیگر است، اون مملکت هم که گرفت دنبال یکی دیگر است. اینطور نیست که حدود داشته باشد آمال انسان. اینم ظهور یک نابغه عمامه‌دار که اینشتین رو گذاشته تو جیب بغلش. 1000 تا 1100. از 1000 تا 1100 1330. نه 1130. از 1000 تا 1100. 1000 تا 1100. 1000 تا 1100. 1000 تا 1111. 1111. عرض کنم که حالا از 1000 تا 1100 هم یه عدد بفرمایید. حالا 1000 رو مثلا 1000 رو کم پایین تر 40 و خورد 50 1555. اینم یک تئوری پرداز متخصص امور ریزش که روند ریزش بسیجی‌ها رو با تئوری قورباغه آرامپز فرموله کرده. اسم این قرفه ما قورباغه آرامپز هستش. بعد یه اصطلاحی توی روانشناسی هستش به نام قورباغه آرامپز. وقتی که ما یه قورباغه رو توی آب جوش بندازیم زود میپره بیرون، ولی ما اگه یه قورباغه رو توی یه آب ولن بزنیم و سانتیگراد به سانتیگراد دمای رو بالا ببریم، اون وقتی که دماش به 53.5 درجه برسه، این قورباغه وقتی به خودش میاد و میخواد از اینجا بیاد بیرون نمیتونه، فلج میشه. بعد یه جنبندی من از این اصطلاح روانشناسی دارم، این هستش که قدرت‌های بیگانه و غیر اسلامی قصد دارن که افکار و اعتقادات خودشونو به صورت به مرور زمان، یعنی به آهستگی، مثل همین قورباغه که آروم آروم سانتیگراد بالا میبریم، عقاید خودشونو آروم آروم به روی ما غالب میکنن. وقتی که یه انسان مسلمون به خودش میاد متوجه میشه که کاملا وابسته به قدرت بیگانش غیر اسلامی شده و دیگه ترک اون عادت‌ها براش سخت نیستش. یکی از این قورباغه‌های نیمپز این حاج آقا نور خامنه‌ایه که تب جام جهانی گرفتتش و دل و دیلش رو برباد داده. خدا کنه اونی که من میخوام بگم باشه که اشتیاق ما به ظهور امام زمان خب کمتر از اشتیاقمون به اومدن جام جهانی باشه. گویند بیا ولی ببخشید نیا، امشب چه کند رئال مادرید نیا، ما منتظر جام جهانی هستیم آقای گلم کنون ز تبعید نیا. هرچند که نظام تو عرصه جنگ نرم حسابی له و لورده شده، ولی یک سردار عروسکی هست که ادعا میکنه تونسته دشمنای عروسکی نظام رو شکست بده. بنده پروژه تعریف کردم تحت عنوان عروسک‌های دارا و سارا. اولا ملی نبود، بعد شد عروسک‌های ملی دارا و سارا. بعد که اسرائیل و آمریکا رو در روی این عروسک‌ها وایستادن، خودشون گفتن که عروسک‌های مسلمین جهان. عجب. اسنادش هست. یعنی بنده اومدم فقط نیاز حقیقی و واقعی جامعه خودمون رو تامین کنم. انقدر این تاثیرگذار بود و وارد رسانه‌ای وسیعی داشت که رسید به اینجا. تو جنگ‌های مسلمان کشی قلب اروپا در بوسنی یه عروسک درست کردن به نام امینای. اونا امینه رو میگن امینای. این که شما اون موقع چنین تشخیصی به جایی رو دادید و ورود کردید کاملا قابل تقدیره.
ولی اون طوری که انتظار میرفت به نظرم این به بار نشست. یه سری دارا و سارا رو اگه شما دقت کردید آوردن داخل کشور و یه دارا و سارا بود، خب تکراری میشه، تنوع نداره، واسه همین نمیتونه استقبال عمومی رو و اون مشتری رو جذب کنه. متاسفانه تا امروز که ما چیز مناسبی ندیدیم. بعد از این تلاش ناموفق کمپانی دارا و سارا این عروسک رو ارائه کرد که حداقل تو گریه انداختن بچه‌ها موفق عمل کرده. میرسیم به یک نمونه استثنایی از رابطه گرم و دو طرفه مجری و حضار در تیویریش. Ladies and gentlemen سلام. بسیار متشکرم از اینکه منو ضایع کردیم با این جواب سلامتون. یعنی عاشق این لجبازیاتونم خدا میدونه. پشت صحنه دل تو دلم نبود، هر لحظه میگفتم الان منو دعوت میکنن روی صحنه. با این اشتیاق اومدم، سلامی گرم میکنم خدمت حضار، همه در پاسخ به من. با اینان زمستونو اجازه بدین باور بفرمایید من در زندگیم تا حالا این همه آدم بیحال و یه جا ندیده بودم. سعادتی بود نصیب بنده، شاید خسته شدیم. وقتی مجریهای بومی اینجوری به خنس میخورن کار به وارد کردن مجری میکشه. از کجا؟ طبق معمول از چین و اندونزی. سلام بینندگان عزیز، خوشتیپ، خوشایند، خوشبخت. خیلی خوشحال شدم از دیدن شما. من ماهنجا هستم، از کشور چین اومدم. خیلی خوشحال شدم از دیدن شما. من سیتی فاطمه هستم از کشور اندونزی. تو این برنامه هم بهشون گفتن یه برنامه شاد درست کنید. ایده نداشتن، یه یارو رو آوردن که تو جواب هر سوالی فقط زورکی کرکر بخنده. چی داشتی؟ جگرکی بود. چرا با من اینجوری حرف میزنی؟ در انتها کار سه جوون هموطن رو میبینیم که در قالب یک کور متفاوت یکی از معروفترین آثار کلاسیک رو اجرا کردن. بیا جلو.